سپر بر تیر شیطان لعین است، اجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من، که چشم خائنان اندر کمین است. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند روز قبل در شبکه‌های اینترنتی یک نواری نشر گردید که در بین مردم سر و صداهای را به بار آورد. دختر با نام مدینه بسایوا نواری ثبت کرده در آن قرآن کریم را به دست گرفته گویا سرود می‌خواند و در شرح این نوار از هر سو دشنام و حقارت‌های فحش، تهدیدها و غیره به سراغ این دختر به چشم می رسد. همه اینها را پیش نظر کرده خواستم یک نوار ثبت نمایم که در آن برای این خواهر و آن نفرانی که در کامنتری ها برای این خواهر دشنام و حقارت های فحش می گویند یک نصیحتی باشد. پیش از همه این را گفتنی هستم که با ثبت این نوار من قصد اهانت و تحقیر به کسی را ندارم، خصوصا به همین خواهر که اگر این نصیحتی ما را قبول کند خیلی خوب می شود و اگر قبول هم نکند باز هم ما از او نمی رنجیم، چون که نصیحت کردن به یکدیگر این بر ذمه هر یک فرد مسلمان است و این خواهر که خود را مسلمان و با ایمان می گوید من به خاطر رضای الله به ایمان او خطاب کرده به مثل خواهر خود او را نصیحت می کنم، چون که خداوند متعال در آیه 71 سوره توبه می فرماید: استعیذ بالله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی مردان و زنان با ایمان دوست و یاوری همدیگر هستند، امری به معروف و نهی از منکر می کنند. یعنی آنها یکدیگر را به کارهای نیک امر می کنند و از کارهای بد و ناروا همدیگر را باز می دارند. نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. خواهرم، پس نباید از این نصیحت‌های من رنجیده خاطر شوی، چون که این سخنان من نیست، این سخنان آن ذاتی است که کتاب مقدس او را به دست گرفته ای. خواهرم، ببین خدا و آفریدگار تو در این آیت برای تو چی می فرماید. یعنی مردان و زنان با ایمان یکدیگر را به کارهای نیک نصیحت می کنند و از کارهای گناه باز می دارند. یعنی برای نصیحت کردن ملا بودن شرط نیست. پس وقتی که کار انجام دادی که خداوند آن را منع کرده است، بر ذمه هر فرد مسلمان که آن را ببیند فرض است که برای تو نصیحتی کند، چون که این حکم پروردگارت است. خواهرم، شاید این سخنان برای تو سخت رسد، ولی این حقیقتی است که قبول کردن آن را خداوند به هر کسی توفیق نمی دهد. خوشا به حال کسی که سخن حق را قبول کرد و پیروی از حق نمود. خواهرم، من خود را بیگناه و تو را گناهگار نمی حسابم. از هر انسان گناه صادر می شود، ولی طبق فرموده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهترین گناهگاران توبه کنندگان هستند. خواهرم، تو چند کاری را انجام می دهی که خداوند و پیامبرش صلی الله علیه و سلم از آن راضی نیستند. خواهرم، تو چند کاری را انجام می دهی که خداوند و پیامبرش صلی الله علیه و سلم از آن راضی نیستند. یکی این است زیبایی خود را نشان دادن برای مردان چشمچران بلهوس که این مخالف این فرموده پروردگار است
که در آیه 31 سوره نور می فرماید استعیذ بالله ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یعنی زنها زینتهای خود را آشکار نکنند و برای مردان بیگانه نشان ندهند. خواهرم، تو از در و یاقوت و مروارید هم با ارزشتر هستی. اگر در و یاقوت و مروارید و مثل دیگر سنگهای عادی در همه جا دیده می شد، حالا اینقدر ارزشمند و گرانبها نمی بودند. خواهرم، تو از در و یاقوت و مروارید هم با ارزشتر هستی. اگر در و یاقوت و مروارید و مثل دیگر سنگهای عادی در همه جا دیده می شد، حالا اینقدر ارزشمند و گرانبها نمی بودند. پس به خاطر رضای الله رسم و نوارهای بی حجابت را از معرض تماشای مردان بلهوس چشمچران نیست کن و خود را بیش از این بی ارزش مکن. خواهرم، تو خیال میکنی که کار تو خوب است، ولی این کار تو در پیشگاه خداوند خیلی گناه بزرگ است. و خداوند در سوره بقره می فرماید که شاید آن چیزی که شما دوست می دارید برای شما شر و بدی باشد و بیگمان آن چیزی را که تو انجام می دهی که با لباسهای تنگ و نیم برهنه خود را در معرض تماشای همگان می گذاری و برای تو پسنده است، در حقیقت برای تو شر و بدی است که آخرت تو را می سوزاند. من حق ندارم تو را دوزخی گویم یا کافر گویم، ولی من حق دارم که تو را همچون یک خواهر مسلمان نصیحت کنم. این بر ذمه هر فرد مسلمان لازم است. پس این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را خوب به گوش عبرت بشنو که چی می فرماید. امام مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند دو گروه از اهل دوزخ هستند که تا حال آنها را من ندیدم، یعنی آنها بعد از زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می آیند، یعنی که وجود آنها در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نبود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی از آن دو گروه را چنین بیان فرمودند که زنانی هستند که با وجود پوشیدن لباس برهنه و لوچ هستند، العیاذ بالله، یعنی لباسهای تنگ و نیم برهنه پوشیده اند که پستی و بلندی بدنشان نمودار است، یا لباسهای تنوک پوشیده اند که بدنشان نمودار است. در دوام حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند که این گونه زنان داخل جنت نمی شوند و بوی جنت هم در مشامشان نمی رسد، العیاذ بالله. خواهرم، فریفته تعریف های مردان بلهوس چشمچران نشو. قسم به خدا که آنها به تو نیکی نمی خواهند. دوستان واقعی کسانی هستند که انسان را از کارهای گناه باز می دارند و به کارهای نیک تشویق می کنند. خدایا تو شاهد باش که من پیام تو را به این خواهر رساندم. خدایا هدایت در دست توست، از من فقط رساندن بود، رساندم. خدایا این خواهر ما را هدایت فرما و از هر کاری که سبب نارضایی تو می شود او را دور بگردان. و در آخر برای همه آن برادرانی که دشنام و حقارت‌های فحش می کنند گفتنی هستم که آیا قصد شما از این سخنانتان، از این دشنام و حقارت‌های فحشتان اصلاح این خواهر است؟ اگر اصلاح باشد این طریقه اصلاح نیست. برادران عزیز، کاری کنید که خداوند و پیامبرش صلی الله علیه و سلم از آن راضی باشد. گناهی دشنام و حقارت‌های فحش شما از گناه بی‌حجابی این خواهر کمتر نیست. بجای دشنام و حقارت‌های فحش بیایید یک جایه برای این خواهرمان دعا کنیم که الله مهربان او را هدایت فرماید. این برای شما بهتر نیست که به سبب دعای شما
هدایت یابد و برای شما خداوند اجر و ثواب بزرگ را عطا فرماید. این کار از قدرت خداوند بیرون نیست. اللهم هدیها الى صراط مستقیم، اللهم وفقها لما تحب و ترضى. آمین یا رب العالمین. والسلام على من اتبع الهدى. که حکم خالق یزدان چنین است، زنی خوشبخت می گردد که راهش مسیر امهات المؤمنین است. سپر بر تیر شیطان لعین است، اجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه